سلام بچه ها، ماهی روکشیان هستم. لاین جدید دارم، بیزنس جدید دارم، مدلینگ هم میکنم، همجوری میهوله تنمه. اما یه لاین جدید دارم که موهای قلابی هست. این موهای قلابی رو در رنگ های مختلف میتونید از اداره ما اوردر بدین. این موها با انواع اقسام چسب ها به سرتون وصل میشه و نصب میشه. هرچی بیشتر پول بدین چسبش بهتر میشه، وگرنه از همون سیریش و میریش ما استفاده میکنیم. این موها دیگه از کجا میاد؟ اون دیگه به شما ربطی نداره. بیزنس وومن واقعی نمیاد بگی که اجناسش از کجا میان. خودتون لابد میتونید حدس بزنید دیگه. آره چتونه؟ آره همونطور که گفتم دوستان، آره این موها در رنگ‌های مختلف، سبز و آبی و بنفش و قرمز و بلوند که خیلی دوست دارین و مشکی و قهوه‌ای، اصلا بیرنگ هم میاد. آره بیرنگ، موی بیرنگ داریم. آره یک سرجم غریبی نیستش که. همونجور که گفتم آره عزیزان، این ماه خوبی خیلی ماه عروسی و نامزدی و طلاق شوهر دوم سوم ایناست. اصلا تخفیف میدم اگه خرید کنین. بعد یه چیز دیگه، چرا سوال کردین گفتین که چیزای دیگه هم درست میکنین؟ آره عزیزان، ما در خط ریش مصنوعی هم هستیم. ریش مصنوعی همونجور که میدونید بعضی از آقایان ریشاشون رو تراشیدن که شناسایی نشن. عکساتون البته هست، قابل شناسایی هستین. ما تصمیم گرفتیم که ریش مصنوعی هم بسازیم. ریش مصنوعی از ما تحت میمونهای آفریقا، آره دیگه، شیف میشه و با چسب چسبیده بشه به صورتتون. اونا رو هم داریم در رنگ‌های مختلف، بلوند و خاکستری و سفید و مشکی و حنایی. اونم داریم عزیزان. کردیت کارتاتون رو هایر کنید، دستتون نگه دارید، شروع کنید که به تلفنم زنگ زدن و شروع کنید اوردر بدین دیگه. من اصلا میخوام قرعه کشی کنم. هر کی کچلتر باشه از من میبره. عکسای کچلیتون رو بفرستید. آره دیگه، خب مو مصنوعیه دیگه، مو قلابی، خب ساعتی کچل ما میچسبونیم. عکسای کچلیتون رو بفرسته، براتون میفرستم. البته باید انتخاب کنم از بین کچلترین رو باید پیدا کنم. ایوا همسایه‌مون اومد. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Saate saçlarımı seçiyorum. Yavrum, saçlarım. Sen saçlar istiyor musun? bana telefonu yap. saçlarısın gönderim. آره سنم که مو میخواد پاپلر. آره عزیزان، موی زیبا سکسی فقط من. بر من اوردر بفرستید، براتون میفرستم دیگه. باید بعضیتونم باز دوباره فوشای ما تحتی داریم میگیم باز با این حوله اومد. چون که من بیزنس وومن ها هستم که دلیل نمیشه که کت شلوار بپوشم، من مرچندایزم رو بفروشم. من فقط با حوله راحتم، فقط حوله. شما اگر توی کلازیت من برید، یعنی همین کمد، فقط حوله هست. من اصلا با حوله میتینگ میرم. یعنی که بیزنس اچایر من همین حوله است. با حوله میرم سر میز میشنم از سی او. آره یه حوله و کفشای پاشنه بلند میپوشم. بعد به چیف فایننس آفیسر سوال میکنم، میگم خب چقدر فروختیم. به مارکتینگ ادورتایزر میگم که what do we have to do to sell this موهای قلابی بهتر. با حوله میرم. آره و نگوشیت میکنیم و پول چی میگن مغزامونو که نداریم میذاریم رو هم دیگه که این موهای قلابی رو بفروشیم دیگه. پس اینقدر به حوله من چیز نکنید، ور نرید و مزخرف نگید. من فقط با حوله بیزنس وومنه هستم. آره دیگه عزیزان، برید این موها رو و این ریشا رو اوردر بدید که من براتون بفرستم دیگه. آره فعلا عزیزان برید، فعلا خداحافظ تا بیزنس بعدی که بهتون راجبش صحبت کنم. بای. اکستنشن 100% طبیعی هستش. همین موهایی که من خودم الان ازشون استفاده میکنم که با چسب کراتین آماده نصب هستش تو بسته های 150 گرمی در 3 رنگ، بلوند، قهوه‌ای و
رنگ طبیعی بدون رنگ که خودم الان از اون رنگ استفاده کردم برای موهای خودم و میدونم توی این ماه خیلی ممنون. I love you all.